جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. ابوبکر خداوند از او راضی باد شک و شبهه نداشت. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. ابوبکر خداوند از او راضی باد روز گروه از قریشیان را دید که بین خود درباره دین محمد صلی الله علیه و سلم گفتگو می‌کردند. ابوبکر صدیق به مانند باد خود را به نزد محمد صلی الله علیه و سلم رسانید و در رو برای آن حضرت نشسته مهربانانه از آن حضرت پرسید: آیا راست است که شما معبودهای قریش را ترک نموده اید و پرستش آنها را غیر عاقلانه حکم کرده اید؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: بله، من پیامبر خدا و نبی او جل جلاله هستم. برای رسانیدن سخن خدا به سوی مردم فرستاده شده ام و دعوت می کنم تو را به سوی خدا، آن خداوندی که یگانه است و او را شریک نیست و غیر از او کسی را پرستش نکن و طاعت او را بپذیر. ابوبکر به یگان دودیلگی به اسلام ایمان آورد، زیرا راستگویی محمد صلی الله علیه و سلم و نکو سخنی و اخلاق پسندیده او را می دانست. ابوبکر با خود اندیشه کرده گفت: وقتی که محمد دروغ را برای مردم روا نمی بیند، پس چگونه می تواند آن را برای خداوند روا دارد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اصحاب چنین می گفتند: هر کسی را که به اسلام دعوت می کردم در ابتدا کمی دودیلگی و شبهه نشان می داد، ولی ابوبکر به یگان شک و شبهه و دودیلگی سهلنگاری نکرده در حال به اسلام ایمان آورد. بله برادر و خواهر عزیزم، ابوبکر خداوند از او راضی باد به گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم بی شک و شبهه باوری میکرد و صادق بود. از این سبب آن را ابوبکر صدیق گفتند. خداوند از او راضی باد. امروز گرچند ما نمی توانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم را در حیات خود ببینیم، ولیکن می توانیم صادق بودن به امرهای او و آن حدیث هایی که بر ما رسیدن، اگر به این حدیث ها عملی کنیم و این است نشانه صادق بودن ما به پیامبر صلی الله علیه و سلم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.